پریدری، پژمان نوری در مرکز زمین، آقای نزدیکش هست خود پژمان نوری، میره برای کریم باقری، مقابل محسن خلیلی، ضربه او به توی دروازه. چه گلی میزنه این محسن خلیلی، میره و در آغوش افشین قطبی قرار میگیره. پرسپولیس 1 سپاهان 0. 18مین گل فصل محسن خلیلی 100,000 نفر رو بدین شکل خوشحال میکنه و البته شاید اصلا فوق‌العاده گل زد. گل قشنگی هم میزنه. یه بار دیگه با هم نگاه میکنیم با پای چپ یک ضربه دیدنی و هر چقدر تلاش کرد حمامی نتونست با بگیره. بدین شکل 1-0 نفع تیم میزبان. این همون نیمکت شینا و عکس عمل افشین قطبی.